من یه مورد قطعی بگم که یکی از افغان‌هایی که دستگیر شده ایشون اعتراف کرده که منو از بگرام فرستادن آلمان، یه دوره 1.5 سال 2 ساله دیدم و همین روزهای نزدیک به درگیری و حمله به ایران برگردوندن افغانستان و با هزینه‌ای که معمولاً $100 $200 با هزینه 1000 خورده 2000 دلاری ما رو آوردن داخل. یعنی افغان‌های کماندوی آموزش دیده توسط آمریکا و اسرائیل هستند. دوستانی که درگیر بودن از نزدیک و صحبتاشون کاملا مستند و موثقه برای خود بنده اینه که اینها مثلا همین موردی که من عرض کردم آلمان آموزش دیده و برگشته، این رو مأمور شناسایی تعدادی از مقرها کرده بودن. جز اعترافات خودشه. تعدادیشون هم خب مسلح به دوش پرتاب بودن، ریز پرنده ها رو میفرستادن که بعد توسط خود اسرائیلیا مانیتورینگ میشده.